سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 5 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که بتونم این مسیر رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 5 کتاب دستور سنتور اولین قطعه‌ای هست که توش متر ما تغییر میکنه، یعنی دور ریتمی که ما عوض میشه. تو درس‌های قبل دور ریتمی که ما 4 تایی بود، قطعه ما 4/4 بود، یعنی 4 تا نوت سیاه تو هر میزان و میشمردیم 1 2 3 4. اما اینجا قطعه ما 3/4. 3/4 یعنی در هر میزان معادل 3 تا نوت سیاه وجود داره و اگه شما میزان‌ها رو بررسی کنید می‌بینید که توی هر میزان 3 تا نوت وجود داره، 3 تا نوت سیاه داریم. پس دور ریتمی که ما 3 تایی میشه. اگر اونها یه مربع بود، ضلعای مربع بود که 4 تایی بود، اینجا مثلث داریم 1 2 3 1 2 3. شمارش ما به صورت 3 تایی میشه. اگر مترونوم هم بخوایم بذاریم، مترونوم رو باید به 3 ضربی بذاریم و خب خیلی مواظب باشید، چون اگر که از اول تمام درس ها رو زده باشید میبینید که ذهن شما عادت کرده به اینکه دور شمارش شما 4 تایی باشه. این تجربه رو من توی هنرجوام زیاد داشتم که با وجودی که 3 تا میشمارن ولی یه 4 اون آخر هر میزان سکوت میکنن، یعنی به جای اینکه بگن 1 2 3 1 2 3 اینجوری میشمارن 1 2 3 1 2 3، یعنی یه 4 آخرش تو ذهنشون دارن میگنش انگار. درسته که بیانش نمیکنن و فکر میکنن دارن 3 تایی میشمارن، اما در واقع ذهنشون هنوز دورش 4 تاییه. اینو بهش لطفا توجه بکنید. خیلی مواظب باشید که فاصله 1 تا 2 2 تا 3 و 3 تا 1 میزان بعد باید کاملا یکی باشه. خیلی قطعه ساده ایه. معمولا هنرجوها خیلی ازش میترسن، چون یهو با یه قطعه روبرو میشن که خب تقریبا یه صفحه است، طولانیه و به نظر میاد که پیچیده هست، ولی اصلا پیچیده نیست، خیلی ساده است. از نظر جمله بندی هر خطی رو یک جمله در نظر بگیرید، خط به خط نوتا رو بخونید و برید پایین. یه چیزی که کار رو خیلی خیلی ساده میکنه اینه که خب اولا از اول تا آخر قطعه یه دونه راست و 2 تا چپ، راست چپ چپ راست چپ چپ و تمام دست چپای شما روی نوت لای سفید ثابته. یعنی از اول قطعه تا آخر دست چپ شما روی لای سفید میمونه و شما کافیه فقط نوتایی که روی سیمای زرد با دست راست اجرا میکنید که اولین نوتای هر میزان هست، فقط کافیه اونا رو بخونید و اونا رو حفظ کنید و بعد اون لاهای سفید که با دست چپ هست رو بهش اضافه بکنید. حالا با هم جمله به جمله تمرینش میکنید که ببینید که چقدر ساده هست. یه چیز دیگه که باید بهتون بگم اینه که خط اول قطعه توی خط 4 و خط آخر تکرار شده. به این قسمت از قطعه که چندین بار تو قطعه ممکنه تکرار بشه پایه میگن. پس این خط اول که باز تو خط 4 و خط آخر هم داریمش میشه پایه قطعه. نوتامون هست لا 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 فا لا لا، لا 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 فا لا لا. اجراش میکنیم روی سنتور. دست راستمون باید روی سیمای زرد باشه، دست چپ روی سیمای سفید، یه دونه راست 2 تا چپ. لا 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 فا لا 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 فا لا لا. اگه بخوایم اینو با شمارش بزنیم بسیار ساده 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. یه چیز دیگه، یه نکته دیگه که مهم هست اینجا، اینا چیزاییه که حالا توی تجربیاتی که من توی تدریس داشتم توی کلاسام میگم که شما بهش توجه بکنید که این ایرادهایی که متداول هست برای شما اتفاق نیفته. وقتی که دست راست شما یه طرف ساز داره کار میکنه و دست چپ شما یه طرف دیگه داره کار میکنه، مهمه که هر دو دست شما عمود باشه روی ساز، کج نباشه. معمولا اینطوریه که شما جوری تنظیم میکنید که روی سیمای سفید به این شکل دستتون، حالا وقتی میخواید روی سیمای زرد ضربه بزنید اینطوری مزرعه رو کج میکنید. این خوب نیست، این باعث میشه دقت ضربه خراب بشه و اصلا صدای شفاف و خوبی نباشه. سعی کنید همیشه دستتون رو از اینجا حرکت بدید، باز کنید که مضرب عمود باشه روی ساز. و نکته دیگه‌ای که اونم باید بهش توجه بشه اینه که وقتی که یه نوت ثابت داریم مثل این لای سفید،
و یه نوت متغیر، اصولا تمام تمرکز و توجه شما میره روی اون دست راست و یادتون میره که این دست چپه درسته که داره نوت تکراری میزنه، ولی این نوت تکراری رو باید تمیز و واضح و دقیق بزنه. پس حواستون باشه وقتی که دست راستتون رو میزنید یه نیم نگاهی هم به این دست چپ داشته باشید که ضربه دقیق روی لا بخوره، چون وقتی دستتون میاد پایین ناخودآگاه دست چپتون هم همراهش میاد پایین، یهو نگاه میکنید میبینید دارید سول میزنید. حالا اگه گوش قوی داشته باشید ممکنه متوجه بشید، ولی خیلی وقتا هنرجو اصلا متوجه این موضوع نمیشن که دستشون اومده پایین یا جلوی لا دارن سول میزنن، یا وقتی دستتون میره بالا اون دست چپتون هم همراه اون میره بالا بدون که متوجه بشید. پس حواستون باشه درسته که این دست چپ داره یه کار تکراری انجام میده، ولی باید بهش توجه بکنید که اون کار تکراری رو درست انجام بده. بسیار خوب. پس خط اول با شماره شد 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. میریم سراغ خط دوم. گفتیم فقط نوتای متفاوتش رو میکنیم، تکراری‌ها رو که میدونیم همه لا. نوتامون هست دو، سی، لا، سول. رو سیمای زرد از نوت دو یکی یکی میریم پایین. دو، سی، لا، سول. حالا اون چپا رو بهش اضافه میکنیم. دو، لا، لا، سی، لا، 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 سول، لا، لا، که با شمارش میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 البته من الان دارم یه خورده سریعتر از سرعت اصلی این قطعه میزنم برای اینکه میخوام زودتر قطعه رو برسونیم به آخر و بعد با مترونوم براتون اجرا میکنم که متوجه بشید که سرعت اصلی که شما باید تمرین بکنید چیه. میریم سراغ خط سوم. نوتامون هست سی، لا، سول، فا. پس روی سیمای زرد دست راست از نوت سی به ترتیب میاد پایین. سی، لا، سول، فا. چپا رو بهش اضافه میکنیم. سی، لا، 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 سول، لا، لا، فا، لا، لا. حالا با شمارش میزنیم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خط چهارم گفتیم تکرار خط اوله. لا، فا، لا، فا، لا، 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 فا، لا، لا. دوباره لا، این 4 تا خط انگار یه جمله رو کامل میکنه، یه عبارت رو کامل میکنه که خیلی هم ساده است. خط اول لا، فا، لا، فا. خط دوم از دو اومدیم تا سول. خط سوم از سی اومدیم تا فا. خط چهارم تکرار خط اول. من این 4 تا خط رو میزنم، گوش بدید. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 خط پنجم نوتامون هست ر، دو، سی، لا. از نوت ر دست راست به ترتیب میاد تا لا. ر، دو، سی، لا. لا ها رو بهش اضافه میکنیم. ر، لا، لا، دو، لا، لا، سی، لا، لا، سول، لا، لا. میشماریم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 میریم سراغ خط بعد. نوتامون هست دو، سی، لا، سول. از دو به ترتیب میایم تا سول. دو، سی، لا، سول. دو، لا، لا، سی، لا، 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 سول، لا، لا. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 میریم به سراغ خط بعد که میشه خط 1 2 3 4 5 6. خط هفتم از نوت فا میریم بالا. فا، سول، لا، سی. فا، سول، لا، سی. فا، لا، لا، سول، لا، 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 سی، لا، لا.
میشماریم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خط بعد نوتامون هست دو ره سی دو، دو ره سی دو، دو لا لا ره لا لا سی لا لا دو لا لا. خط بعد لا سی سل سی، لا سی سل سی، لا 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 سی لا لا سل لا لا سی لا لا. میشماریم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. این دوتا خط یعنی خط 2 4 6 خط هشتم و خط نهم، این دوتا خط یه جوری با همن دیگه، دو ره سی دو لا سی سل سی. و خط آخر که گفتیم تکرار خط اول همون لافا لافا. من سه خط آخر رو با هم اجرا میکنم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خط بعد 1 2 3. مواظب آخری باشیم که یه نوت میره بالاتر و تکرار خط اول. حالا برای اینکه بهتر ضربش رو یاد بگیریم من مترونوم میذارم، با مترونوم اجراش کنیم. مترونوم رو تنظیم میکنیم روی 3 ضربی و سرعت 56. یک دو سه 1 2 3. خط پنجم از ره، دقت کنید که ضربات دقیقاً با مترونوم هماهنگ باشه. خط ششم از دو، خط هفتم از فا میره بالا، دو خط بعد پله‌ای میاد پایین. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.